ما پارسال رفتیم آتیساز، خونه یکی از بچه‌ها که بادبادکامون رو بفرستیم بالا. اصل یه دونه دلتا داشت از این قدیمی‌ها که 2 بند میخوره پشتش. بادبادکامون رو فرستادیم بالا، رفت رو 300 متر. ملحظه رو 300 متر بند برید مستقیم ما سمت صورتش، خورد تو چش سمت راستش. از اون روز رنگ چشش عوض شد. کلی رفتیم دکتر اینا ولی درست نشد. عجیب بعدم گفت من همینجوری خوبم، میخوام همینجوری باشم. ولی به نظرم اصل خودش هم راضیه. اون چیزایی میبینه که بقیه نمیتونن ببینن. اینم خیلی حالش خوب میکنه. از اون شب کلا ساکت‌تر از همیشه شد. همش هم به یه جایی خیره میشد. فکر کنم آدما رو یه جور دیگه میدید. نه فقط آدما رو، درخت‌ها رو، آسمون رو، همه چی. Based on a true story. Fish and Cat. Time is an illusion.